дастаҳои якачини тоҷикистон ва Малдивро ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мебинем ва бовар дорем ки имрӯз футболбозони тими миллии кишварамон як натиҷаи хеле ва хеле хуб ба даст меоваранд. داریم که امروز البته با هدف خود میرسد. امروز تغییرات هست، تغییرات با هر صورت خیلی و خیلی کلان است. و صدای اشتراکی دوبار از قرقیزستان از شروع رقابت دسته‌های یکچنی فوتبال کشورمان و مالدیو صدا می‌دهد و البته کاری مربی 58 ساله سربیستانی رو حالا حتی پس از این بازی به دادن شاید تا یک اندازه نادرست هم هست، چون که او تنها 3 روز وقت داشت تا آشنایی پیدا کند با دسته یکچنی فوتبال کشورمان و گل دوستان عزیز شهرام سمیف در دقیقه 8 رقابت دروازه دسته یکچنی مالدیو رو رخنه میکند و تیم ملی فوتبال کشورمان رو با پیش میبرد. بسیار یک بازیگزاری خوب از سوی فوتبالبازان کشورمان است و بازیگری رقم 22 شهرام سمیف توانست موفق به گلزنی شود. حساب شده می شود در دقیقه 8 رقابت. به توجه میکنیم پاس هم بسیار خوب از جانب رستم سویروف انجام داده شد. سویروف هم در این گونه وضعیت خیلی خوب حرکت کرد و توپ رو با یک اصولی خیلی هم زیبا با مرکز جریمه‌گاه دسته مالدیو اجرا نمود و شهرام سمیف بدون نگاه داشتن توپ اون رو با درون دروازه مالدیو روان کرد و حساب رو باز نمود. بسیار خوب نه تنها با تیم ملی در دیگر کلوب‌های فوتبال کشور هم. ادامه حمله بازیگران ما سمیف پرتاب زودی شهرام سمیف و علیشیر شکوروف. ادامه حمله بازیگران ما ضربه میزنه شکوروف و توپ از پهلوی دروازه مالدیو از میدان بیرون میشود. حالا با توپ با فوتبالبازان تیم ملی کشورمان سویروف این نفس کناری راست پرتاب جریمه‌گاه و اینجا سمیف به توپ رسیده است. دوباره قرقیزستانی اشاره میکند که توپ از حمله‌گر دسته ما از میدان بیرون شد. باز امکانیت هست که فوتبالبازان تیم ملی کشورمون باز توانند نتیجه خوب به دست آورند. مالدیو در بازی اولین خود مقابل فیلیپین در سفر با حساب 4-1 شکست خورد. امروز 25 مارس امسال برگزار شده بود. والا حمله بازیگران مالدیو بعدا در دور دوم از تیمور شرقی در سفر مواجه شکست شد و اینک بازی سوم آنها است با تیم ملی ما. ضربه جریمه‌ای حالا با فایده دسته مالدیو است. و جریمه‌ای تیم ملی کشورمان مرتبه خیلی بلند وضعیت بسیار دشوار بود برای سمیف و اینجا مقابل امیربک جورابویف قاعده بازی ویران کرده می‌شود از جانب محافظتگری دسته مالدیو. امیربک جورابویف فرصت زویر جورابویف و امکانیت بسیار خوب برای فوتبالبازان ما. و نافهمی بازیگران مالدیو هم حالا در گرفتن توپ بر علامه مشاهده می‌شود. پرتاب بسیار خوب بود از جانب زویر جورابویف ولی اولین شده با توپ بازیگری دسته مالدیو رسید. کاپیتان این دسته علیشیر شکوروف. امکانیت دامادانی حمله هست. فرصت برای بازیگران ما ضربه و این احسان پنجشنبه بود اما دروازه‌بان دسته مالدیو ضربه او را بر میگرداند. امیربک جورابویف باز هم احسان پنجشنبه و ضربه جریمه‌ای.
بیرون از خط جریمه‌گو ضربه جریمه‌ای داده می‌شود. بسیار امکانیت خوب بود. کارت زرد حالا با بازیگر رقم 8 مالدیو ایسام ابراهیم نشان داده می‌شود. خیلی امکانیت خوب بود که احسان پنجشنبه وارد جریمه‌گو شود و بعداً ضربه خود را اجرا کند. ببینید با حرکت‌های او و این فرصتی قبلی که بود ماباچف پاس به احسان و ضربه احسان زمینی بود. در زمین دست مالدیو آن را با مشکلی برگردانده توانست. وضعیت استانداردی باشد که فوتبالسازان تیم ملی کشورمون اختم نظرов ضربه را اجرا میکند یا احسان پنجشنبه. بیایید میبینیم احسان ضربه را اجرا میکند و توپ بلندتر از بالای دروازه دسته مهمانان از میدان بیرون میشود. خیلی ضربه با هر صورت خوب بود. هرچند ضربه که فوری دروازه نمیشود خوب گفتن دشوار است ولی ضربه خوب بود. بیاید توجه میکنیم به لحظه تکرار اما اندکی دورتر از پهلوی دروازه بیرون گرد. احسان هم کنج چپ دروازه دسته مالدیو رو نشان گرفته بود اما با هدف نرسید. شهربانی آماچایف حرکت های او خیلی خوب تو رو نگاه میدارد احسان ولی پس شهربانی آماچایف چندان خوب نبود. به احسانی پنجشنبه توپ را با فوتبالسازان ما باری دیگر ماباچف پاس به مرکز امیربек جورابоев ارسال توپ به کنار سویرов احتم نظرов پاسی بسیار خوب با رستم سویرов امکانیت برای بازیگران تیم ملی ما. سمیف چیکار میکند؟ سمیف با اونجا ضربه زدنی بود. منوچهر سفرов یک پرتاب دیگر بازیگران مالدیو با مشکل این وضعیت رو رفع کردند. گوران استیفانویچ در یکی از بهترین دسته های فوتبال سربیا باشگاه فوتبال پارتیزان فعالیت کرده است. هم فعالیت بازیگری و هم فعالیت مربیگری داشت. ضربه قربانov دروازه‌بان مالدیو با مشکل این ضربه رو برگردانید. دقیقه 40 بازی هم نزدیک شده است. 2-0 با فایده فوتبالسازان ما. این علیشیر شکورov از معذرت می‌پرسیم. ادامه حمله بازیگران ما. شهرام سمیف فرصت برای شهرام پاس ضربه احسان پنجشنبه اما ضربه چندان خوب نبود و اینک ضربه کنجی. اکنون شهرام سمیف بعد از اون که کارت زرد گرفت و در بازی آینده مقابل جزیره های مالدیو روز 14 اشتراک نمیکند باید تمام کوشش خود را با خرج بدهد و ضربه خوبی امیربek و اینجا ضربه صادق قربانov با تیر دروازه مالدیو برمیخورد. بهترین فرصت برای زدن گل سوم در بازی امروز هم 3 دفعه در 1 دقیقه اخیر شانس داشتن فوتبالسازان ما. سراول توجه کنید این ضربه امیربek جورابоев بود بسیار خفناک. قربانov ضربهش رو بلندتر اجرا کرد و اگر نه میتوانست صادق. خب داور چند دقیقه لوا میکند با پایان نیمه اول حالا معلوم نیست. پرتاب بلند احتم نظرov امکانیت بسیار خوب هم بود. اینجا از پای افتید یکی از بازیگران ما و داور بازی رو باز می‌دارد. این شهربانی آماچایف بود است. حالا طالبان به او کمک می‌رسانند. آماچایف حالا در نتیجه دسته نگهدار از گفتگو بازی می‌کند. نگهدار هم در پیش در بازی‌های جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی دارد. مسابقه در قزاقستان صورت می‌گیرد و امیدوار می‌شویم که آماچایف می‌تواند بعد از دستش کمک کند. گل دوم محض به او ربط دارد در دقیقه 30 دیدار. شکورov بسیار خوب نردبانی میکند. نیمه محافظتگری دسته یکچینی ما. رستم سویرov پاس نمیگذارد از بازیگران مالدیو. احسان پنجشنبه امیربek جورابоев
ادامه حمله منوچهر سفرов پرتاب بسیار خوب اما ضربه به سر خطا می رود. بسیار شرایط خوبی گلزنی بود برای بازیگران تیم ملی کشورمون. پرتاب منوچهر سفرов خیلی و خیلی موفق. بیاید میبینیم. به نظرم احسان ضربه زد به سر. بله احسانی پنجشنبه ضربه را اجرا کرد ولی تو بالاتر از دروازه دسته مالدیو از میدان بیرون شد. امکانیت ادامه دادن حمله هست اما ضربه سویروف به کجا می رود؟ بهترین فرصت بود برای حملگران امام. به توجه میکنیم رستم سویروف در بعضی حالات شهرام سمیف را تنقید کرد ولی در این لحظه خودش نتوانست توپ را به درون دروازه روان کند. ادامه حمله بازیگران مالدیو و برای علی باکلوف یک اندازه خفناک هم بود. رستم سویروف حرکت میکنند. رستم سویروف امکانیت پرتاب هم انجام دادن دارد. یک نفر را گذشت در مقابل نفر دوم موفق هم شد. پسیو بازیگزاری فوتبالزنی ما به نتیجه. ادامه حمله بازیگران ما یک ضربه دیگر. امکانیت نوبتی برای فوتبالزنی تیم ملی کشور و تو بس شهرام سمیف از میدان بیرون میشه. ضربه شیروانی آباچیف بسیار عالی بود. خیلی عالی بود. آباچیف پرتاب بلند و دقیقی با احسان پنجشنبه اینجا نیمه‌فیزدگری دسته مالدیو ایسام ابراهیم توپ را گرفت. ابراهیم حسین پس به کناری میدان احمد ایهام حرکت میکنند با پیش و پرتاب او ولی در زبان مالک باکلوف که امروز اکثر وقت بیکار است در دروازه این توپ را داشته میکند. همدستایش را جست احسان شکوروف قربانوف سفرов امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتاب به نزد دروازه و دروازه‌بان دسته مالدیو این دفعه هم توانست این وضعیت را برطرف کند. حالا با توپ امیر بیک جورابویف پس به کنار میدان دلیر امام نظرov فرصت برای دلیر امام نظرov ارسال توپ به جریمه گفت و دروازه‌بان جزیره مالدیو این حالت را رفع کرد. حالا نوردین همراه قلوف آمادگی میگیرد. حمزه محمد رو به نظرم ادامه حمله بازیگران ما منوچهر سفرов ضربه بزن اما ضربه منوچهر سفرov باز هم با بازیگران دسته مالدیو بر میخورد. دو کس رو خیلی خوب فریب داد بازیگران تیم مالدیو. ضربه کنجی بازیگران تیم مالدیو بازیگزاری میکنند و باید پیش روی آنها رو گرفت. ضربه جانبی دروازه باکلوف ولی تو بس پهلوی دروازه ما از میدان بیرون شد. متوجه میشویم پرتاب جریمه گفت و اینجا نوردین همراه قلوف اولین رسش به توپ ولی ضربه بلندتر رفت. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا فرجام این بازی باقی مانده است. دوستان عزیز حساب بازی 2-0 شب ماهتابی حصار باستان. محمدشایف احسان پنجشنبه یک پرتاب دیگر فرصت برای ما و چگونه ضربه دلیر امام نظرov را دروازه‌بان برمیگرداند. بهترین امکانیت گلزنی بود برای دلیر امام نظرov. او هم فرصت داشت که اولین بار در ایتی دسته یکاچین فوتبال کشورمان گل بزند. این بازیگر 30 ساله توجه کنید و دروازه‌بان دسته مالدیو با یک مشکلی
این وضعیت رو رفع کرد. کنا 4 نفر بازیگران ما در خط حمله. ماباچوف 3 نفر در داخل جریمه گاه. منوچهر سفارов. شیروانی ماباچوف فرصت هست. پرتاب به جریمه گاه. امکانیت برای احسان ضربه میزند. برای خود موفق کرد ولی حرکت فوتبالبازان دسته مالدیو پیشروی او رو گرفته بودند. با جای شیروانی ماباچوف و میدان میبراید صلاح‌الدین ارگاشف تحت رقم 18 و با جای علیشیر شکورов عزیزبek دلیف تحت رقم 13 به میدان میآیند و اینک بازیگران جوان وارد میدان میشوند. صلاح‌الدین ارگاشف و عزیزبek دلیف. امکانیت ادامه حمله هست. پرتاب ارگاشف فرصت برای بازیگران ما، اما از اینجا هم ضربه زده نمی شود. دوستان عزیز بهترین شانس باری دیگر پیدا می شود. ما گفته نمی توانیم که در فوتبال اگر همه امکانیت گل شود شاید ما امروز با حساب 10 بر 0 پیش صف می شویم، ولی امروز ببینید یک مشکلی برای تیم ملی ما است. لحظه های گلزنی استفاده نمی شوند. بسیار امکانیت خوب بود. دلیف اینجا دوباره پاس داد به هم دستای خود ولی موفق نشدند. هم دلیف و هم صلاح‌الدین ارگاشف قبلا در تیم ملی بازی کرده بودند. قربانوف 6 دقیقه داوری علاوه کرد. بازی امروزه و بسیار یک وضعیت خطرناک در بازی دروازه ما. یه توجه میکنیم و تیری دروازه کمک میکند به دسته یکچینی ما در دقیقه 91 رقابت. از عکس‌العمل حمله کار گرفتن فوتبالبازان دسته مالدیو و یک فرصت خوبی گلزنی به میان آوردن. بس در آینده باید حتما او تلاش کند تا بهترین ها، تا البته اونهایی که بیشتر میخوان نتیجه بدهند در تمام موقع اونها را هم دعوت کند. قربانوف منوچهر سفارov پرتاب جریمه گاه و افساید بوده است. اینجا نوردین همراه قلوف ضربه زد اما داور اشاره میکنند که افساید. برسات حریف هم مقابلیت نشان داده ایستاده است. صلاح‌الدین ارگاشف حرکت میکند. پسیو امکانیت نیست و بازیگران ما نزدیکتر به دروازه بودند. تیم ما با 7 امتیاز همراه با فیلیپین حالا برای اشغال زینه اول مبارزه را ادامه داده ایستادند. برای البته طرفداران فوتبال کشور این غلبه مبارک باشد. ما اکنون در آینده باز هم پیگیر میشویم بازی‌های تیم ملی کشور را. دوستان عزیز همیشه دستگیر باشید دسته منتخب کشور را و باور داریم که به هدف اساسی میرسیم، راحت به جام آسیا.